اینترنت قطع شد و پروژه فیگما شما روی هوا موند. اگر ابزار اصلی شما فیگماست، حتما این استرس رو تجربه کردید که وسط یک ددلاین مهم دسترسیتون به پروژهتون قطع شده باشه، مثل اتفاقی که توی جنگ اخیر افتاد. و متاسفانه در شرایط فعلی ایران تکیه 100% روی ابزارهای آنلاین یک تهدید برای شغل و کار شما محسوب میشه. در واقع تخصص واقعی طراحی UI UX و طراحی محصول فراتر از بلد بودن کار با فیگماست. طراح واقعی کسیه که واقعا تخصص دیزاین رو بلد باشه و بتونه با هر ابزاری بهترین خروجی رو ارائه بده و با اتفاقاتی مثل قطعی اینترنت کارش متوقف نشه. و اینجاست که اسکچ وارد میشه. اسکچ یکی از قدیمی‌ترین، بهترین و پایدارترین ابزارهای طراحی UI UX دیزاین در دنیاست. شاید در سالهای اخیر فیگما به خاطر ویژگی‌های تحت وبش خیلی محبوب شده باشه، اما هنوزم اسکچ یکی از بهترین ابزارهای حرفه‌ای برای طراحی UI UX در دنیا داره کار خودش رو انجام میده. و از همه مهمتر اسکچ یک ویژگی حیاتی برای ما داره. کاملا به صورت آفلاین کار میکنه، یعنی بدون اینترنت. و در نتیجه اینکه میتونه به صورت آفلاین کار کنه نتیجه نیتیو بودن اسکچ روی سیستم عامل مک است. یعنی اینکه این ابزار برای سیستم عامل مک نوشته شده و شما با قدرت، سرعت و پایداری بالایی میتونید روی پروژه‌های مختلفتون کار کنید. با توجه به اتفاقاتی که افتاد و این نیاز حیاتی تصمیم گرفتم که دوره جامع اسکچ رو برای شما ضبط کنم که شما بتونید با این ابزار حرفه‌ای خیلی راحت و آسون کار کنید و پروژه‌هاتون رو پیش ببرید. این دوره جدید روی پلتفرم آکادمی learnyox.com منتشر شده و دو تا خبر عالی برای شما دارم. خبر اول برای دانشجویان فعلی دوره‌های UI UX دیزاین یا پروداکت دیزاین منه و اونم اینه که شما به صورت کاملا رایگان به این آپدیت بزرگ در دوره‌های خودتون دسترسی دارید و یک بخش به نام آموزش جامع اسکچ به دوره‌هاتون اضافه شده که میتونید همین الان برید اونها رو مشاهده کنید. این هدیه من به شماست تا مطمئن بشم همیشه بهترین ابزارا رو در اختیار دارید. خبر دوم برای کسانی که فقط میخوان اسکچ رو یاد بگیرن و شما به صورت جداگانه و با یک قیمت خیلی مناسب میتونید این مینی دوره جامع رو از طریق وبسایت learnyox.com ثبت نام کنید و شروع به یادگیری این دوره کنید. مثل همه آموزش‌های من شما در این دوره روی مثال‌های عملی مختلف کار با بخش‌ها و ابزارهای مختلف اسکچ رو یاد میگیرید. یعنی از اصول اساسی کار با اسکچ بگیرید تا پروتوتایپینگ، ساخت کامپوننت‌ها، کار با استک یا ویژگی مشابه اتولیوت فیگما در اسکچ و دیگر ویژگی‌ها و بخش‌های مختلف اسکچ که شما میتونید به لیست کامل بخش‌ها و درس‌های این دوره در وبسایت learnyox.com/sketch دسترسی داشته باشید. دیگه اجازه ندید اتفاقاتی مثل قطعی اینترنت آینده شغل شما رو تهدید کنه و یک بار برای همیشه کنترل کار رو به دست بگیرید. اگر سوال بیشتری دارید یا برای ثبت نام میتونید مستقیما در تلگرام به من پیام بدید تا کامل شما رو راهنمایی کنم. یک بار برای همیشه تخصص‌ها و ابزارهای دیزاین رو به صورت حرفه‌ای جامع و منسجم یاد بگیرید. با من در طول این دوره‌های آموزشی همراه باشید.